در صورت حمله ایالات متحده به تأسیسات استراتژیک، آیا پدافندهای هوایی ایران توان مقابله دارند؟ بریم ببینیم. در پست های قبلی به توانایی های بمب‌افکن B2 و مهمات مورد استفاده اون پرداختیم. گرچه ایران سامانه های موشکی متنوعی داره، ولی ما تنها به 2 سامانه اصلی ایران که شانس بیشتری دارند میپردازیم. جایگاه دوم به سامانه موشکی باور 373 میرسه، یک سامانه خودکششی از نوع دوربرد سطح به هوا. گفته میشه در نسل جدیدش که به موشک‌های صیاد 4B یا 4B مسلح شده، اون هم با سرعت 6.1 ماخ، یعنی چیزی حدود 7500 کیلومتر بر ساعت، قادر در فاصله 450 کیلومتری هدف رو شناسایی و در فاصله 300 کیلومتری اون هم در ارتفاع 32 کیلومتری با اون درگیر بشه. حالا شما بگید باور 373 با این مشخصات قادر به مقابله با نیروی هوایی ایالات متحده هست؟ در پست های بعدی به مشخصات نیرومندترین سامانه موشکی ایران که اسرائیل مدعی شده اون رو کاملا نابود کرده خواهیم پرداخت. پس با دانستنی استارز همراه شو.